دیگه یه ویدیو دیگه تو این ویدیو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کرینج ترین یوتیوبرها رو ببینیم که دوباره سعی کن نخندیم ازش. بله چه کانتنت، واه کانتنت جدیدی، سعی کنم نخندم. آره یه چالش خفنه دیگه. چه چالشی؟ چالشی که تا حالا توی پیجمون نگرفتیم هیچ کدوم. واقعا ارزی یوتیوب نیست. اوه پس یه چالش جدیده. اون اومدیم پا چی؟ سعی کن نخندی. پسر 15 سالت میگی مرد من مسئولیت نندو گردنش فشار میاد و خیال خطش باز میشه. یه سال بود نخندیدم، شد 1 سال و 1 روز و 1 ساعت و 1 دقیقه که نخندیدم. هنوزم کرینجه. نره حالا تو ادیت درستش میکنیم سید. اون که گو always اسپایل. رضایی که از خوبانه. بله اونجا که با موتور میومد تو در. وای What the fuck was that? یه تایمی هم شبیه تارزان شده بود با تناب میومد تو صحنه. خیلی خوب بود. ندیدم. وای والدین خارجی. او پسرم خوابت نمیره؟ مامانی پیشت برات قصه میگه. خب پسر گلم خوب بخوابی قربونت برم. الو محمد قلی پسر ما نمیخوابه، بیا بخورش. آره بیا ببرش، کبابش کن بخورش. نمیخوابه هرچی میگم. نخوابی برق سر ظهر تو اوج گرما مشتاق ارزش کن. سوتنگ ریدی که چقدر کرینجی تو ریدی. یه چیزو میخوام به تقدیم کنم. نگاه بایسا، تقدیم خودت. استایل آرایشگرای خارجی. وای شیک. God of pain, of suffering, of destruction. I chase redemption. تنگ فکر کنم وقتشه بری اینستا. ببین چرا؟ چون یوتیوب به درتون نمیخوره عموجون. چون انقدر کرینجی هیچ انی نمیاد ویدیوتون رو کنی. شاید یه بچه سال بیام ویدیوتون رو کنم، ولی بهتره بری اینستا چون به درد یوتیوب نمیخوری. یه روز قهوه زنگ میزنه به دوستاش، میپرسه کجایین، خونه این یا کافه این؟ یعنی منظور میخواد به کافه، ولی خود قهوه چون کافئین داره اینجا مثلا تعبیر، یعنی اگه قهوه از دوست بخواد بپرسه Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta